میشینی همین خیر یگان جا رفته کار کنی نمیشد در خونه یگان چیزی خوردنی نیست تو چیزی که کرده صد قینونی مرده که شب چی خیلی یگان چیزی خوردنی نیست دیروز کارتوشکا و پیاز آوردم کو چی خیلی دیروز یک هفته شو یک هفته شد اینجا بیا no دوامش میریم من همین زندگی خسته شدم زنه میفهمی امیرا یک بار خدا رو شکر بیو خیر برای چی خدا رو شکر بیام کنی تو گبزم برای چی خدا رو شکر بیام برای همین احوال هر روز همین احوال یک ماه با یک بار کارتوشکا و پیاز میاری یک بار گوشت برداشته بیا یک بار سبزی برداشته بیا زنک همش میشود امروز کارتوشکا و پیاز آوردم فقط گوشت میارم اخیر کی میشود زنک در یک روز همش نمیشه صبر کن همش خوب میشه زنک جون همش خوب میشه یک بار خدا رو شکر کنی همش خوب میشه زنک برای همین خونه و در شکر بیام اما ایزو میکشم که خونه یک مردم روم ایزو میکشم زنک جون از تو باری مردک من ایزو میکشم تو همین رو میفهمی؟ زنک و تو از این خونه و در ناشکری میکنی آدمانی هست که در کوچه زندگی میکنن من با آدم ها چی کار دارم؟ چیکار داری زنک؟ کارتوشکا و پیاز میوگی نیستن؟ Look at his lips!